تو بیشتر از 250 سال گذشته سابقه نداشته برای هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا، چه در زمان تصدی مقام ریاست جمهوری و چه به عنوان رئیس جمهور سابق، پرونده‌های قضایی و کیفرخواست صادر بشه. اما این سابقه تاریخی تو سال 2023 تغییر کرد. طی یک بازه زمانی 5 ماهه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، تو 4 پرونده جنایی به عنوان متهم شناخته شد. در عین حالی که ترامپ 77 ساله در مسیر مبارزات انتخاباتی خودش برای انتخابات ریاست جمهوری تو نوامبر 2024 قرار داره، با مسائل حقوقی بالقوه‌ای من جمله 91 اتهام تو 4 پرونده قضایی متفاوت روبرو هستش. در ادامه این 4 پرونده کیفری که علیه دونالد ترامپ صادر شدن رو بررسی می‌کنیم. بعد توضیح میدیم که موضوع اصلی این پرونده ها چی هستن، ممکنه چه نتایج و تبعاتی براش داشته باشن و آیا میشه این اتهامات رو به عنوان مانعی در مسیر بازگشت ترامپ به کاخ سفید دید یا نه. اما اجازه بدین قبل از ورود مستقیم به پرونده ها، روند یا آیین‌نامه‌های دادرسی تو دادگاه‌های آمریکا رو که تقریباً در ظاهر شبیه بقیه کشورها هستند بررسی کنیم. مرحله اول مرحله رسیدگی یا اینوستیگیشن هستش. بعد از اینکه دادستان اطلاعات بازرسان و اطلاعاتی که از صحبت با افراد درگیر جمع‌آوری شده رو مطالعه میکنه، میتونه تصمیم بگیره که پرونده رو به هیئت منصفه ارائه بده یا نه. در صورت ارائه پرونده به مرحله دوم یعنی صدور کیفرخواست یا ایندایتمنت میرسیم. کیفرخواست یک پیام حقوقی و حاوی اطلاعات اولیه‌ای هستش که فرد رو از اتهامات وارده به اونها آگاه میکنه و نشون دهنده اینه که تحقیقات مقدماتی تو دادسرا به پایان رسیده و پرونده آماده ارسال به دادگاه هستش. تو همین مرحله متهم یا دستگیر میشه یا بهش اجازه داده میشه داوطلبانه خودشو تسلیم مجریان قانون بکنه. بنابراین فرد مورد نظر به عنوان متهم تو پرونده جنایی مورد رسیدگی قرار میگیره که این مرحله شامل گرفتن اثر انگشت و عکس هم میشه. برای مثال تو 14 آگوست 2023 هیئت منصفه فولتون کانتی تو ایالت جورجیا ترامپ رو به اتهام تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا و جرایم مرتبط با اون متهم و حکم بازداشت صادر کرد. ترامپ هم با پیشنهاد دادستان 10 روز بعد تو 24 آگوست خودشو به طور داوطلبانه به زندان فولتون کانتی تو آتلانتای ایالت جورجیا تسلیم کرد که بعد از گرفتن اثر انگشت و این عکسی که به ماکشات معروفه با قید وثیقه آزاد شد. بعد از چندین هفته یا ماه آماده سازی، دادستان برای مهمترین بخش کار خودش آماده میشه که به عنوان مرحله سوم بعد از رسیدگی و کیفرخواست شناخته میشه. مرحله محاکمه یا ترایال. محاکمه فرایندیه که فکت‌های یک پرونده به هیئت منصفه ارائه میشه و اونها تصمیم میگیرن که آیا متهم نسبت به اتهام ارائه شده مجرم شناخته میشه یا نه، که نتیجتاً تو این مرحله شاهد صدور حکم هستیم. مرحله آخر هم دادگاه تجدید نظر یا استیناف هستش. به این صورت که حتی پس از مجرم شناخته شدن یک متهم، اگر متهم معتقد باشه که به اشتباه محکوم شده یا حکم صادره تناسبی با جرم نداره، میتونه به دادگاه شکایت کنه و درخواست تجدید نظر بده. که البته تو این مرحله محاکمه دیگه ای اتفاق نمیفته، بلکه به عنوان فرصتی برای متهم به حساب میاد تا بتونه اشتباهات خاصی رو که ممکنه تو دادگاه رخ داده باشه رو مطرح کنه. اگه بخوام به طور خلاصه این 4 پرونده کیفری که علیه دونالد ترامپ صادر شدن و بر حسب مراحل طی شده دادگاهی طبقه بندی کنم، به این صورته که تمام پرونده ها از مرحله رسیدگی گذشتن. 3 پرونده تو مرحله کیفرخواست قرار داره و 1 پرونده هم در مرحله دادگاه. هیچ کدوم از پرونده ها منجر به صدور حکم نشدن که نتیجتاً شاهد مرحله استیناف هم نبودیم. بریم سراغ بررسی پرونده ها. The 45th President of the United States, Donald Trump, has yet again been indicted by the Biden DOJ. اولین پرونده‌ای که تو دادگاه ایالتی نیویورک مطرح و ترامپو مجبور کرد تو تاریخ 15 آوریل 2024 با نیمه تمام گذاشتن مبارزات انتخاباتی با اولین محاکمه جنایی خودش تو منهتن روبرو بشه، پرونده‌ای مربوط به اتهام پرداخت حق السکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های بزرگساله که کمی قبل از انتخابات سال 2016 اتفاق افتاده بود.
خانم دنیلز مدعی اینه که دونالد ترامپ با پرداخت $130,000 به عنوان حق السکوت در تلاش بوده تا این رابطه به صورت مخفی باقی بمونه و از رسوایی جنسی احتمالی تو هفته‌های پایانی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 جلوگیری کنه. هرچند که ترامپ هر گونه ارتباطی با این شخص را تکذیب کرده، اما به گفته دادستانی مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ، مسئول پرداخت این مبلغ بوده و زمانی که ترامپ به کاخ سفید راه پیدا میکنه، این مبلغ تو چند قسط توسط شرکت ترامپ به کوهن باز پرداخت میشه. البته تو نظام حقوقی آمریکا دادن به اصطلاح حق السکوت غیر قانونی نیست، اما چگونگی ثبت این انتقال پول تو دفتر تجاری دونالد ترامپ موضوع اصلی این پرونده است. این مبلغ تو دفتر تجاری ترامپ با عنوان هزینه خدماتی حقوقی ثبت و نتیجتاً رئیس جمهور سابق به دستکاری تو دفتر تجاری خودش متهم شده که طبق قوانین مالی ایالت نیویورک ترامپ به دلیل نقض قوانین صورت گرفته به ارتکاب 34 فقره تخلف متهم شناخته شده. تو ایالت نیویورک جعل سوابق تجاری صرفاً به عنوان تخلف شناخته میشه. اما در صورتی که متهم این سوابق رو به قصد پیشبرد جرم زمینه‌ای جداگانه‌ای جعل کنه، جرم اتفاق میفته. دادستان‌ها ترامپو به جعل سوابق تجاری تو این سطح متهم کردند. ترامپ این اتهامات و پرونده سازی با انگیزه سیاسی و صرفاً در مسیر آسیب زدن به مبارزات انتخاباتی خودش دونسته. با این وجود اولین محاکمه یک مقام ریاست جمهوری سابق آمریکا در ارتباط با پرونده کیفری خودش تو ماه آوریل 2024 اتفاق افتاد و احتمالاً تا هفته‌ها و ماه‌ها هم ادامه پیدا بکنه. در صورت اثبات هر یک از این اتهامات میشه انتظار داشت که نتیجه دادگاه به صدور حکم حبس تا حداکثر 4 سال منجر بشه. ولی حتی در صورت محکومیت صدور حکم زندان بعید به نظر میرسه و مجرمانی که برای اولین بار به ویژه در موارد غیر خشونت‌آمیز مرتکب تخلف جعل سوابق تجاری میشن، اغلب به صورت تعلیقی یا جریمه نقدی مجازات میشن. دومین پرونده‌ای که تو دادستانی فدرال ایالات متحده تو ناحیه کلمبیا باز شده، پرونده مداخله در انتخابات فدرال و شورش هواداران منتسب به ترامپ در کنگره هستش. تو 2 ماه بین روز انتخابات 2020 و 6 ژانویه 2021 ترامپ کارزار گسترده‌ای رو برای ابطال پیروزی جو بایدن تو انتخابات ریاست جمهوری به راه انداخت. ترامپ و مشاورانش که نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو قبول نداشتن، اطلاعاتی در مورد تقلب و تخلفات انتخاباتی منتشر کردن و از مقامات جمهوری‌خواه خواستند تا نتایج رو تو ایالت‌هایی که بایدن برنده شده تضعیف کنند و مایک پنس معاون رئیس جمهور رو تحت فشار قرار دادند تا به طور یکجانبه نتایج رو باطل کنند. این تلاش تو 6 ژانویه زمانی که گروهی از حامیان ترامپ به ساختمان کنگره یورش برده و انتقال قدرت و مختل کردن به اوج خودش رسید. در نتیجه دادستان‌های فدرال ترامپ رو به 4 جرم فدرال متهم کردند که ناشی از تلاش اون با استفاده از شورش کنگره در 6 ژانویه 2021 برای به تأخیر انداختن تایید پیروزی جو بایدن توسط کنگره و موندن تو قدرت بود. میشه گفت تا حد خیلی زیادی تلاش‌های ترامپ برای براندازی انتخابات عینی، مستند و در معرض دید عموم قرار داشت. با این وجود خیلی از دستیاران ارشد ترامپ تو دولت وقت، من جمله مایک پنس که در برابر فشار ترامپ برای باطل کردن نتایج انتخابات تو 6 ژانویه مقاومت کرد، شهادت خودشونو در برابر هیئت منصفه دادگاه ثبت کردند. سومین پرونده‌ای که تو دادگاه ایالتی جورجیا باز شده، پرونده دخالت تو انتخابات ریاست جمهوری تو ایالت جورجیاست. شاید بشه گفت که تلاش‌های ترامپ برای باطل کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 تو ایالت جورجیا تهاجمی ترین نمونه خودش در مقایسه با کل ایالات متحده بوده. بازشماری‌های متعدد تایید کرد که جو بایدن تو رقابت برای کسب 16 رأی الکترال این ایالت با اختلاف اندکی پیروز شده. اما ترامپ و متحدانش با انتشار مدارکی درباره تقلب در پروسه رأیگیری از مقامات جورجیا و قانونگذاران ایالتی خواستند تا رأی به ابطال پیروزی بایدن بدن. بنابر برخی اظهارات، ترامپ تو تاریخ 2 ژانویه 2021 با وزیر داخلی ایالت جورجیا تماس گرفته و ازش خواسته تا به تعداد بیش از 11,000 رأی براش پیدا کنه که این تعداد رأی
آرای مورد نیازی بوده که ترامپ برای غلبه بر جو بایدن نیاز داشت. Look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. دادستان فولتون کانتی ترامپ و 18 نفر از متحدانشو به دلیل این تلاش‌ها متهم شناخته. مرحله اول یعنی رسیدگی و انجام تحقیقات جنایی تو فوریه 2021 با احضار بسیاری از متحدان ارشد ترامپ آغاز شد. تو تابستان 2023 دادستانی مدارک خودشو به هیئت منصفه ارائه کرد که متعاقباً کیفرخواست 98 صفحه‌ای تو 14 آگوست 2023 تایید و صادر شد. کیفرخواستی که 19 فرد این پرونده رو به ارتکاب مجموعاً 41 جرم قضایی تو قوانین ایالتی متهم میکنه که دست بر قضا 13 مورد از این 41 جرم علیه دونالد ترامپ صادر شده. یکی از نقاط قوت پرونده که میتونه برای ترامپ درد سرساز بشه مربوط به مکالمات تلفنی با وزیر داخلی ایالت جورجیاست که تماماً به صورت ضبط شده در اختیار دادگاه قرار گرفته. در کنار این سند 8 فعال جمهوری خواهی که همسو با ترامپ جهت باطل کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 فعالیت می‌کردن هم با اخذ مسئولیت قضایی از دادگاه در جایگاه شاهد حاضر خواهند شد. اینکه یک دادستان محلی بتونه یک رئیس جمهور سابق رو به دخالت در انتخابات متهم کنه تو تاریخ آمریکا بی سابقه است. با این وجود ترامپ میتونه ادعا بکنه که در اون زمان به خاطر رئیس جمهور بودنش از پیگرد قانونی مسئوله. به هر حال اگه ترامپ تو اون پرونده مجرم شناخته بشه، بر اساس قوانین ایالتی جورجیا تنها نهادی که قدرت اعطای عفو رو داره، هیئتی ایالتی خواهد بود که توسط فرماندار منصوب میشن. در نهایت چهارمین و آخرین پرونده‌ای که تو دادگاه منطقه‌ای ناحیه جنوبی فلوریدا باز شده، پرونده نگهداری اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. دادستان‌های فدرال ترامپ متهم کردند که هنگام خروج از کاخ سفید تو ژانویه 2021 اسناد به شدت حساس امنیت ملی رو خارج و تو اقامتگاه خودش تو مارالاگو مخفی کرده و در ادامه هم از برگردوندن این اسناد ممانعت به عمل آورده. به گفته دادستان‌ها ترامپ حداقل تو 2 نوبت برخی از این اسناد من جمله طرح یک حمله نظامی فوق محرمانه رو به افرادی که مجاز به مشاهده اونا نبودن نشون داده. تحقیقات اولیه تو اوایل سال 2022 توسط وزارت دادگستری آغاز شد. با وجود ادعای وکیل ترامپ مبنی بر تحویل تمامی اسناد طبقه بندی شده، پلیس FBI با انجام بازرسی از اقامتگاه مارالاگو اقدام به ضبط 102 سند محرمانه کرد. نتیجتاً تو 9 ژوئن 2023 کیفرخواستی صادر و ترامپو به ارتکاب 37 عمل مجرمانه متهم کرد. با اینکه ترامپ خودش رو بیگناه میدونست، اما 3 هفته بعد 3 اتهام جدید هم به اتهامات قبلی اضافه شد. دادگاه این پرونده برای ماه می سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما به نظر میرسه احتمالاً بعد از انتخابات ماه نوامبر برگزار بشه. اگه ترامپ مجرم شناخته بشه، از لحاظ نظری این اتهامات میتونه به صدور احکام حبس طولانی مدت منجر بشه. با نگاهی به متن قوانین موجود، این اتهامات تحت قانون جاسوسی هر کدوم مشمول حد اکثر 10 سال حبس خواهند بود که برای سایر اتهامات مربوط به ارتکاب جرم پنهان کردن این اسناد هم تا حد اکثر 20 سال حبس پیش بینی شده. اما حواشی مربوط به حبس یک رئیس جمهور سابق باعث شده که خیلی از کارشناسان صدور حکم زندان به شکل معمول و متعارف خودشو برای دونالد ترامپ بعید بدونن. نکته‌ای که باید در رابطه با شرایط فعلی دونالد ترامپ در نظر داشت اینه که اگه فردی تو دادگاه‌های آمریکا محکوم به ایجاد آشوب مسلحانه یا شورش با هدف براندازی حکومت بشه، بر اساس بند 3 متمم 14 قانون اساسی نمیتونه مقامات بالای نظامی یا غیر نظامی رو تصاحب کنه. در نتیجه در صورتی که دونالد ترامپ برای این فقره محکوم شناخته بشه، قادر به شرکت در انتخاب‌های ریاست جمهوری 2024 نخواهد بود. اما سوال بزرگ اینجاست که در صورتی که ترامپ پیش از صدور احکام قطعی دادگاه‌های 4 پرونده‌ای که بهشون اشاره شد، تو انتخابات ماه نوامبر پیروزی برسه، آیا میتونه به عنوان مقام ریاست جمهوری برای خودش فرمان عفو صادر کنه؟ که بله، ترامپ میتونه بر اساس قوانین فدرال همچین فرمان عفوی رو برای خودش صادر کنه و به احتمال قوی
دیوان عالی کشور هم با ترامپ هم نظر خواهد بود. اما مسئله دومی که وجود داره اینه که اگه ترامپ تو انتخابات ماه نوامبر به پیروزی برسه و تا زمان مراسم تحلیف که تو 6 ژانویه 2025 برگزار خواهد شد، نتیجه یکی از این دادگاه‌ها به صدور حکمی علیه دونالد ترامپ منجر بشه، آیا ترامپ باز میتونه به عنوان رئیس جمهور منتخبی که هنوز وارد کاخ سفید نشده فرمان عفو صادر کنه؟ جواب کاملا نامشخصه و پیشبینی خاصی هم براش انجام نشده. مسئله سومی هم که وجود داره بحث برانگیزتر از دو مورد قبلیه. در صورت پیروزی ترامپ و متعاقباً برگزاری مراسم تحلیف و ورودش به کاخ سفید، اگه حکم پرونده دادگاه ایالتی جورجیا علیه دونالد ترامپ صادر بشه و با توجه به اینکه مقام ریاست جمهوری قادر به عفو خودش مطابق قوانین ایالتی نیست، آیا پلیس ایالتی جورجیا قادر به دستگیری و اعمال قانون علیه ترامپ خواهد بود؟ تمامی این احتمالات وجود دارن و باید دید تو کمتر از 6 ماه آینده چه اتفاقاتی تو ایالات متحده آمریکا رقم خواهند